الله متعال میفرما اگر شاهدی دادن از روی ضد و عناد گفتن که بله امرای الله معبودای دیگه هم است، مثل که آل معاندین میگه بله الله اولیا را پیدا کرده متصرف است، اولادم داده میتونه، شفام داده میتونه، الله برشی قدرت داده. میگه نمیگه پا قل بگه پیامبر علیه السلام لا اشهد شما خو بده من خو شاهدی نمیدم. قط یک ملا جری بحث ما بود ما کم بود که نه سعی که اولیای طور است که زیارت های طور است. آخر که نشد ما گفتم برو ای مولوی صاحب تو میدانی زیارت از پیشش طلب کو، طواف کو، نظر کو، ذبح کو. ما میدانم اللهیم ما خو قطع شاهدی نمیدم که زیارت دیتره. وی چی طور گپا گفتی؟ ما گفتم تا دیده خوی نمیره گپا تو میگی سر ما اصرار داری که زیارت این کارا میتونه. خیرمو نصیب تو ما الله میدانم. ما خلاص مشکل برام میاد به الله واس میدم. ما خو میگم مشکل کشه الله است، تو میگی زیارت برو تو میدانی کاری. هیره این گپا چرا برام گفتی؟ تو ما گفتم مرد سعی کو جنگ قدم داری که نه زیارت کارا رو میتونه. الحمدلله علی خم واحد است. گاهی کمی مرا میبینه خنده میکنه. خب ما گفتم چطور است در زیارت این روزا میری یا نمیری؟ باز چی میگه؟ میگه چقدر جاهل بوده هیچ نمیفهمیدیم. او برادر ما گفتم اینجا الله متعال پیغمبر همینطور میگه اگر یا گفتن که امرای الله آلهه دیگه است تو برش بگی که لا اشهد ما شاهدی نمیدم شما میدانی بتایتان ما میدانم الله برش شما تا بتا